به نام خداوند یکتا مهربان و با عرض سلام بر رویدادهای خبری افغانستان و جهان از آریانا خوش آمدید. امروز پنجشنبه 17 عمل سال 1391 خورشیدی است که برابر میشد با 5 اپریل سال 2012 میلادی. نخست سرخط چند خبر مهم. جان باختن یک فرمانده پلیس محلی در یک حمله انتحاری در بدخشان. افزایش شمار سربازان آمریکایی و پولندی در ولایت غزنی برای اجرای عملیات‌های نظامی و استفاده نیروهای سوریه از افراد ملکی به عنوان سپر دفاعی. من اورانوس مصمم هستم. در پی یک حمله انتحاری در ولایت بدخشان 2 تن کشته و دست کم 16 تن زخمی شدند. مقام‌های محلی میگویند فرد انتحاری پس از چاشت امروز یک فرمانده پلیس محلی را در بازار ولسوالی کشم هدف قرار داد که این فرمانده همراه با یک محافظش کشته شد. تاکنون مسئولیت این حمله را فرد یا گروه بر عهده نگرفته است. مرد انتحاری زمان نازکمیر یک فرمانده پلیس محلی را هدف حمله قرار داد که وی در حال گشتزنی در بازار ولسوالی کشم بوده است. عبدالمعروف راسخ سخنگوی والی بدخشان میگوید در این رویداد 2 تن کشته و 16 تن دیگر زخمی شدند. وی میگوید فرمانده نازکمیر از مدت 2 سال به این سو در منطقه خنبک که پیش از این صحنه فعالیت مخالفان مسلح دولت بود با پلیس بدخشان همکاری داشت که احتمالاً هدف فرد انتحاری این فرمانده بوده است. به دلیل کمبود امکانات در شفاخانه ولسوالی کشم زخمی های این رویداد به شفاخانه طالقان انتقال داده شدند. در محل واقع رفتیم که دیدیم که نزدیک خانه مدیری امنیت و روی بروی مدیریت معرف دیگه میشه انتحار شده و 16 نفر زخمی، قماندان اربکیا به نام عبدالرحیم کشته شده و 1 دانه بادیگارد داشت. در نزدیک محل بودیم که یک دم انفجار شد، ما جمع شدیم که سعی کردیم انتحاری در اونجا تیکه و پرچه است دیگه، این مردم زخمی بود جمع کرده آوردیم در شفاخانه. تاکنون هویت شخص انتحار کننده مشخص نشده و مسئولیت این حمله را نیز کسی بر عهده نگرفته است. 2 پلیس محلی در ولایت فرا پس از آنکه بالای هم قطارانشان آتش‌گو شدند 8 تن آنان را از پا در آوردند. مقام‌های پلیس در غرب کشور میگویند 2 پلیس حمله کننده چند پیش به روند صلح پیوسته بودند. شرح بیشتر از فؤاد احمدی. مسئولان در فرماندهی پلیس زون صحوی در غرب کشور میگویند 2 تن از سربازان پلیس محلی که دست به قتل همکارانشان زدند 2 اراده موتر رنجر را نیز حریق کردند. عبدالرؤوف احمدی سخنگوی زون صحوی پلیس میگوید این حادثه شب گذشته در یکی از پست‌های امنیتی ولسوالی خاک سفید اتفاق افتاده است. وی گفت تاکنون هویت دقیق افراد حمله کننده مشخص نشده است. شب گذشته 2 تن از مخالفین مسلح که قبلا به ریاست امنیت ملی در ولایت فرا تسلیم شده بودند و در چوکات پلیس محلی ایفای وظیفه میکردند بالای همقطاران و همکاران خود شب گذشته در پست‌های امنیتی آتش کشیدند. به گفته وی افراد مهاجم کسانی بودند که چندی پیش از صف مخالفان مسلح دولت جدا شدند و به روند صلح در ولایت فرا پیوسته بودند. این حادثه این نگرانی ها را به بار آورده که شاید در میان افراد پلیس محلی افراد بیشتری از مخالفان مسلح دولت وجود داشته باشند. نیروهای پلیس محلی در ولسوالی خاک سفید ولایت فرا توسط همکارانشان در حالی کشته میشوند که مقامات وزارت داخله کشور در نظر دارند که 3000 پلیس محلی را در ولسوالی‌های نارام در غرب افغانستان تجهیز و مستقر کنند. شمار از نهادهای جامعه مدنی افغانستان فعالیتشان را در 10 سال گذشته غیر مؤثر می‌خوانند و در ضمن از مردم افغانستان پوزش خواستند. این نهادها میگویند با وجود مساعدت‌های هنگفت مالی بیرونی فعالیت جامعه مدنی در روند تحقق دموکراسی تاکنون بی‌تأثیر بوده است. در همین حال جبهه ملی و ائتلاف ملی نبود یک حزب فراگیر در افغانستان را چالش در برابر دموکراسی در این کشور می‌دانند. نشست رهبران ناتو در شیکاگو بر مشخص ساختن جزئیات مرحله بعدی انتقال در افغانستان متمرکز خواهد بود. وزیر خارجه آمریکا میگوید ناتو در عین حال میخواهد در این نشست به دولت و شهروندان افغانستان و نیز شورشیان روشن سازد که ناتو افغانستان را رها نخواهد کرد. نظیر عظیم کریمی گزارش میدهد.
در حالی که زمان برای برگزاری نشست شیکاگو نزدیکتر می شود، هیلاری کلینتون وزیر امور خارجه امریکا می گوید در این نشست روی طرح برای بعد سال 2013 که نقش رسمی ناتو در افغانستان پایان می یابد کار خواهد کرد. کلینتون که در یک اجتماع بزرگ از نظامیان در شهر نورفولک در ولایت ویرجینیا سخن می گفت، تاکید کرد که تا پایان سال 2014 افغانها کاملا مسئول خواهند بود و در شیکاگو درباره شکل این رابطه با دوام با افغانستان پس از آن تاریخ بحث خواهد شد. ما انتظار داریم تعداد کوچکی از نیروها به دعوت دولت افغانستان برای تعلیم، مشوره و کمک به نیروهای افغان باقی بمانند و به دنبال کردن عملیات ضد تروریستی ادامه دهند. ناتو همچنین می‌خواهد برای دولت افغانستان شهروندان و نیز شورشیان روشن سازد که کشور را رها نخواهد کرد. با این حال خانم کلینتون تاکید کرد که امریکا خواستار پایگاه دائمی که تهدید برای همسایه‌های افغانستان باشد نیست. این اظهارات در حال صورت می‌گیرد که مقام‌های نظامی امریکا می‌گویند ایالات متحده امریکا و افغانستان به توافق نزدیک می‌شوند که به قوای افغان اجازه خواهد داد تا رهبری عملیات‌های شبانه را بر عهده گیرند. مقامات امریکایی امیدوار هستند که این توافق پیش از تشکیل جلسه رهبران ناتو در شیکاگوی امریکا قطعی شود. وزیر اعظم کریمی، تلویزیون آریانا، واشنگتن دی سی، ایالات متحده امریکا. قرار است شمار سربازان آمریکایی و پولندی در ولایت غزنی افزایش یابد. مقام‌های محلی در غزنی هدف از زیاد شدن تعداد نظامیان ناتو در این ولایت را آمادگی برای انجام چندین عملیات بر ضد مخالفان مسلح دولت و عملی شدن روند انتقال مسئولیت‌های امنیتی در مناطق ناامن عنوان می‌کنند. در این حال فرمانده عمومی گروه بازسازی ولایت غزنی می‌گوید که کشورش برای ادامه همکاری در بخش‌های ملکی و نظامی با افغانستان پس از سال 2014 نیز متعهد است. محمد لامامن‌زاده با تفصیلات بیشتر از غزنی. نیروهای امنیتی افغان در غزنی همکنون تنها مسئولیت تامین امنیت شهر غزنی را بر عهده دارند. مقام‌ها در غزنی برای اجرای روند انتقال مسئولیت‌های امنیتی به بخش‌های دیگر این ولایت آمادگی می‌گیرند. در مرحله بعد مسئولیت‌های امنیتی 4 ولسوالی دیگر غزنی به نیروهای افغان واگذار می‌شود. حالا سربازان خارجی به خاطر سرکوب مخالفان مسلح دولت در این ولسوالی‌ها و فراهم آوری زمینه انتقال مسئولیت‌های امنیتی به نیروهای افغان تعدادشان را در این ولایت افزایش می‌دهند. پروسه انتقال در جاهایی که صورت می‌گیرد لوژ نیروهای خارجی با ما نمی‌باشد و در جاهایی که پروسه انتقال صورت نگرفته و تصمیم فعلا در مرحله سیوم نیست به اون ساحات و به اون ولسوالی‌ها نیروهای خارجی فعلا آمده و در بعض قسمت‌ها جابجا شده و در قسمت‌های دیگر جابجا می‌شود. از سوی دیگر فرمانده عمومی گروه بازسازی پولند در غزنی میگوید هرچند دوره ماموریتشان تا سال 2014 میلادی به پایان میرسد، با آن هم کشورش بر همکاری ها در بازسازی و آموزش نظامیان افغان با این کشور را ادامه خواهند داد. از اینکه روند انتقال مسئولیت‌های امنیتی در افغانستان هنوز پایان نیافته است، ما تصمیم گرفتیم که یک لوای اضافی سربازان ما را در این ولایت مستقر سازیم. هدف اصلی از افزایش نیروهایمان زمینه سازی برای آینده است تا شورشیان سرکوب شوند و نیروهای امنیتی افغان بتوانند مسئولیت امنیت این ولسوالی‌ها را بر عهده گیرند. پیش از این مسئولان امنیتی افغان در غزنی برای پذیرفتن مسئولیت تامین امنیت ولسوالی‌های این ولایت اعلام آمادگی کرده بودند. 3 تن از زخمی‌های حمله انتحاری دیروز در ولایت فاریاب شب گذشته در بیمارستان جان باختند و به این ترتیب آمار تلفات این رویداد به 9 تن رسید. با این حال مسئولان صحی در فاریاب از همکاری مردم و نیروهای امنیتی در انتقال فوری زخمی‌ها به بیمارستان ستایش می‌کنند. این مسئولان می‌گویند پس از این حمله انتحاری مردم عادی برای اهدای خون به زخمی‌ها به بیمارستان شتافتند. حسن سرداش با شرح بیشتر از فاریاب. در حمله انتحاری روز چهارشنبه در شهر میمنه مرکز ولایت فاریاب 8 تن کشته و 33 تن دیگر زخمی شدند. بیشتر قربانیان این رویداد افراد ملکی بودند. مقام‌های صحی میگویند شب گذشته با جان باختن 3 تن دیگر از زخمی‌های این حمله آمار تلفات به 9 تن رسید. با گفته این مقام‌ها تلاش مردم برای کمک به زخمی‌ها باعث شد که آمار قربانیان کمتر باشد. و خوشبختی ما به است که ما از مردم ولایت فاریاب خیلی ها تشکر میکنیم که همزمان با این حادثه با این مصیبت شتافتن به شفاخانه خونه‌های خود جوانا اهدا کردن و او خونه‌ای که ما عاجل داشتیم دفعتاً به مریضای نیازمند و ضرورتمند خود در شفاخانه ما تطبیق کردیم. این جلو وفیات زیاد ما را و ارقامش پایین آورد که آمار تلفات این حمله انتحاری که در نزدیکی دفتر یونما و دفتر والی فاریاب در شهر میمنه رخ داد
در 10 سال اخیر در این ولایت بی سابقه خوانده شده است. تا زمانی که همه کوچه ها و پس کوچه های کابل قیرریزی و یا سنگ فرش نشود، فضای کابل عاری از خاک نخواهد شد. شهردار کابل میگوید کار ساخت ساز سرک های فرعی پایتخت آغاز شده و در آینده نزدیک این برنامه تکمیل می شود. در همین حال شهرداری میگوید تا هنگامی که مردم خود را در نگهداشت جاده های شهر مسئول ندانند، سرک های تازه اسفالت شده عمر دراز نخواهد داشت. جزئیات بیشتر در گزارش از مسافر قوقندی. شماری از نهادهای دولتی و غیر دولتی در کابل نشست یک روزه را برای ایجاد هماهنگی بیشتر در بازسازی پایتخت برگزار کردند. محمد یونس نماینده شهردار کابل میگوید مبارزه با فساد، زورگویی و قانون شکنی در کابل کار بس دشوار است و این امر در برخی موارد سبب کندی کار در بازسازی شهر می شود. نمایندش میگوید زمانی شهر کابل عاری از گل و خاک می شود که تمام کوچه های شهر و جاده های فرعی بازسازی گردند. تا زمانی که تمام کوچه ها و پس کوچه ها سنگفرش، قیریزی یا کانکریت نشود، جلو خاکباد و گل و لایه گرفتنش دشوار است، چون که سرک های عمومی هر قدر پاکم که شود بازم با یک باران همیش آلوده و گل میشن. در همین حال احمدالله علیزی والی کابل میگوید تا زمانی که تمام شهروندان کابل با نهادهای حکومتی به ویژه شهرداری همکاری نکنند، شهر کابل آباد نخواهد شد. کچې تاسو د خپل حکومت سره، د خپل شهروال سره، د خپل والی سره، د خپل شورای ولایتي د اعضا سره، د خپل پارلمان د وکیل چې تاسو رای ورکړې ده، تاسو همکاري وکړه، زه مطمئن یم چې امنیت به هم راځي او برسازي به هم کیږي. به خاطر زیربناها، به خاطر سرک‌ها وجود نداشته باشد و مردم خودشان کمک نکنن شهروالی را، بسیار مشکل است که ما از طرف شب هر سرک فرعی در خط آخرش و در هر جایی که امکانات دخول است یک نفر پیدادار استفاده بکنیم. با همه تلاش هایی که در 2 سال گذشته از سوی شهرداری کابل برای ساخت و ساز سرک های کابل صورت گرفته، هنوز برخی از جاده های کابل بازسازی نشده‌اند. و خبر اخیر از کشور این که یک نمایشگاه 10 روزه عکس امروز در ولایت کندهار برای بازدید کنندگان گشایش یافت. عکس های این نمایشگاه که به 400 قطعه میرسد بخشی از زندگی مردم، فرهنگ، کار، رسم و رواج و آباده های باستانی ولایت کندهار را بیان می کند. مقام ها در کندهار می گویند که این ولایت در چند سال گذشته دستاوردهای خوبی در راستای علم و فرهنگ، هنر و ادب داشته است. تاریخی لحاظ همیشه موږ دا ذکر کړی دي، زموږ تاریخونه دا ذکر کړی دي او زموږ لیکلو اثارو دا ذکر کړی دي چې د علم، فرهنګ، هنر، ادب، پوهې او دانش په ساحو کې همیشه پیشقدمه پاتې شوي دي. خبرهای جهان لحظات بعد تقدیمتان می شود. با آریانا باشید. همزمان با ورود کوفی عنان فرستاده ویژه مشترک سازمان ملل متحد و اتحادیه عرب در امور سوریه به دمشق پایتخت این کشور، مخالفان دولت از آغاز دوباره حمله های نظامیان سوریه به مناطق مسکونی در بخش‌های مختلف این کشور خبر دادند. مخالفان دولت گفتند که چندین شهر از جمله هومس در آب و منطقه دوما در حومه دمشق زیر آتش نیروهای ارتش سوریه بودند. محمد سعید، یکی از مخالفان دولت در منطقه دوما، گفته است که سربازان از افرادی که بازداشت کرده اند به عنوان سپرهای انسانی استفاده می‌کنند. و گفته وی سربازان در نزدیکی بازار سبزی فروشان پشت سر بازداشت شدگان راه می‌رفتند. در همین حال ترکیه میگوید شمار کسانی که از سوریه به ترکیه فرار می‌کنند از دیروز به شدت افزایش یافته و در جریان 24 ساعت گذشته نزدیک به 1000 نفر از مردم سوریه وارد خاک ترکیه شدند. سازمان ملل متحد اعلام کرده است که از زمان آغاز اعتراضات ضد دولتی در سوریه از نزدیک به 1 سال پیش تا کنون بیش از 9000 نفر جان خود را از دست دادند. چند ساعت بعد از خودکشی یک فرد متقاعد در برابر ساختمان پارلمانی یونان در آتن، تظاهر کنندگان با نیروهای پلیس ضد شورش درگیر شدند. فردی که خودکشی کرده است مرد 77 ساله‌ای بود که صبح دیروز در یکی از پرازدحام‌ترین میدان‌های شهر خود را با شلیک گلوله کشت. رسانه‌های یونان گزارش دادند که این مرد یادداشت بجا گذاشته است که در آن دولت را متهم می‌کند. حقوق بازنشستگی او را به حد کاهش داده است که در عمل هیچ پول دریافت نمی‌کند. و دنبال این
حادثه صدها مظاهره کننده حصر روز چهارشنبه در این میدان که مقابل ساختمان پارلمان یونان از جمع شدند. این تجمع یکی از پرتعدادترین تجمعات بود که در ماه‌های اخیر در آتن تشکیل شده است و با تداوم آن معترضان و نیروهای پلیس با هم درگیر شدند. تظاهر کنندگان به سمت نیروهای پلیس سنگ و بم‌های آتش‌زا پرتاب کردند و پلیس نیز از گاز اشک‌آور استفاده کرده است. بعد بالا خبرهای کشور و جهان این هم چند رویداد اقتصادی. ریاست زراعت در بغلان ملخ را دشمن خطرناک مردم افغانستان می‌خواند و بر مجادله با آن تاکید کرده است. با این حال این مسئولان از آغاز کمپاین مجادله با ملخ خبر داده میگویند قرار است هزارها هکتار زمین دواپاشی شود. مسئولان این ریاست میگویند در سال جاری به جای دواپاشی در باغ‌ها و زمین‌های زراعتی از حشرات مفیده استفاده می‌کند. نصرت پارسا با تفصیلات بیشتر از بغلان. همه سال هزاران هکتار زمین در بغلان در محاصره ملخ‌ها قرار می‌گیرند و قسمت‌های این کشتزارها از بین می‌رود. اما ریاست زراعت در بغلان امسال برنامه مجادله با این حشره خطرناک را پیش از آن که این حشره بر کشتزارهای مردم هجوم بیاورد آغاز کردند. وقتی که ملخی هست ما مجادله خود آغاز داریم، ادامه شاید پیدا کنه تا وقتی که ملخ به کشت دهقان ما برای علفچر مالدار ما ضررشان متوجه است و تو وقت مجادله ما شاید جلو. وی ملخ را خطرناکترین دشمن برای مردم، دولت و حتی مخالفان مصالح دولت می‌خواند. ملخ چیزی است که دشمن انسان، دشمن علف، دشمن مال، تمام چیز است. دشمن مخالف دولت، دوست دولت کلگی. در این حال رئیس زراعت دواپاشی در زمین‌های زراعتی و باغ‌ها را مفید نمی‌داند، اما تاکید می‌کند که مبارزه با حشرات مضر باید توسط حشرات مفیده صورت گیرد. به گفته وی در سال جاری ریاست زراعت حشرات مفیده را در صدها هکتار زمین زراعتی در بغلان رها خواهند کرد. سرک داخل میدان هوایی کندهار تا ترمینال آن به شکل پخته و اساسی اعمار شد. مسئولان میگویند این سرک به هزینه $10 میلیون از کمک‌های آمریکا ساخته شده است. در عین حال آنان میگویند مشکلات مسافران با شرکت‌های خصوصی را حل کردند. رویدادهای ورزشی تا چند لحظه دیگر. باز هم خوش آمدید. زنان در بغلان به این عقیده اند که با ورزش می توانند با انواع خشونت مبارزه کنند. این زنان با آنکه ورزش را کلید سلامتی خود می دانند اما از نبود امکانات ورزشی شاکی اند. اما رئیس زنان بغلان می گوید خشونت با زنان به حد است که حتی با ورزش نیز نمی توان تا با آن مبارزه کرد. و این که دور 12 مسابقات لیگ برتر فوتسال شهر کابل شب گذشته با برگزاری 4 دیدار آغاز شد که در دیدار اول تیم میلاد و سال به نتیجه تساوی 3-3 رضایت دادند. در مسابقه دوم کابل کلاب 2-1 از صد عدالت گذشت. موج و تمدن سومین مسابقه را انجام دادند که در نهایت موج 7-2 تمدن را مغلوب ساخت و در آخرین دیدار شب گذشته ستاره آزادی با نتیجه خیره کننده 10-2 تیم انصاری را در هم کوبید. در ادامه دور 12مین رقابت ها امشب 4 دیدار برگزار می‌گردد که آن پرنده یابی با صنایع روبرو می شود. امید افغانستان با رسانه ها دیدار می کند. دانشگاه دنیا به مصاف کابورا خواهد رفت و شقایق و استقلال با هم به رقابت می پردازند. این هم پیشگویی وضعیت آب و هوا. این هم پیشگویی وضعیت هوای کابل و چند شهر دیگر. کابل آسمان آفتابی بلندترین درجه حرارت 20 و پایینترین 8. هرات آسمان نیمه آفتابی بلندترین درجه حرارت 27 و پایینترین 9. مزار شریف آسمان آفتابی بلندترین درجه حرارت 25 و پایینترین 14. جلال آباد آسمان نیمه آفتابی بلندترین درجه حرارت 31 و پایینترین 15. و کندهار آسمان آفتابی بلندترین درجه حرارت 30 و پایینترین 16. مجموعه خبری این ساعت به پایان رسید. از همراهیتان سپاس. ایام با کامتان.